کدام پیغمبر از 70 قبط پرده و خدا گپ میزد؟ خب گپ زدن پیغمبرها به خداوند فقط حضرت موسی کلیم است که حضرت موسی علیه السلام به خداوند سخن کرد، گپ زد. خداوند با او سخن کرد که در آیت قرآن ثابت شده است. در این یگان شکی نیست که خدا در قرآن آیه مبارکه فرستاد و گفت که استعذ بالله و کلم الله موسی تکلیما، و سخن کرد خداوند با موسی سخن کردنی. سخن کردنی که خدا با موسی گپ زد. فخلع نعلیک، که خدا امرش کرد که نعلینا تا بدر بکن. خب در وادی مقدس طوا او رفت با خدا سخن کرد. عدد سخنهاش هم بعضی کتاب‌ها گفتگی هستند، اما در جای 70 پرده گفت است. میگه که از پسی حجاب پرده رو میگن. او پرده در اون یعنی که 70 شو گفتگی، 70 شو ما ندیدیم، نمیدونیم. در تفسیرها دیدگی هستیم در اونجا 70 نامبر نکرده است. ممکن در کتاب‌های فارسی 70 ش گفته باشه، اما میگه پرده بود که پرده از نور بود، اکی پرده ظاهری در نظر نداره. خداوند با موسی گفت. اما چگونه سخن کردنی خداوند با موسی، این البته که لایق به خودی اوست. در این باب البته احتیاط شرط است که در این مسئله اکثر آدم‌ها گمراه شدگی هستند، خطا میکنن هر خیل. مثلا سخن خداوند آواز ندارد، سخن خداوند حرف هم ندارد. قول او را لحن نی، آواز نی. سخن خداوند آواز نداره، حرف هم نداره. اگه چگونه با موسی تکلم کردن او را، این لایق به همان هاست. یعنی که یک بزرگی حضرت موسی مرتبه عظمای او را نشان میدهد که خداوند مخصوص کلیم خودش موسی را انتخاب کرد. وقتی که سخن کرد، موسی علیه السلام میگه دست پا و گوش و پوست و پشم، هر یک پشم بدن و پوست بدن، دست پا همه میشینید، همه گوش شیدگی بود، همه از گوش شیده بود، میشینید. بعد سخن کردن گفت ربی ارونی انظر الی، خدایا گفت خطا به من نشان بده. وقتی که سخن کرد خداوند با او شنید، محض شد. با از این دعوای بالاتر کرد که خدایا خطا به من نشان بده. خداوند گفت که لن ترانی، ای موسی تو قوت دیدنی من نداری. حضرت موسی علیه السلام نیده خطا به من نشان بده. بنی اسرائیل که یک عادتی هم تری سرسختی، خطا به من نشان بده. خداوند لن ترانی، ای موسی تو قدرت دیدنی من نداری. و عاقبت خداوند گفت که انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، نگاه کن به سوی کوه، اگر کوه در جاش قرار بگیره زود است که تو مرا دیده میتونی، قدرت داری. اما کوه وقتی که تجلی الهی یک ذره به کوه رسید، کوه آب شده به زمین رفت. موسی و خر موسی صعیقا، موسی بهشت نمیته با پشت در زمین زد. بعدش اومد گفت خدایا توبه کردم، قدرت دیدنی ترا در دنیا هیچ کسی نداره، اما در آخرت مؤمنا و مسلمان ها در جنت دیدار خداوند حق است که در جنت به چشم سر او را دیده می شود. خب این حضرت موسی علیه السلام.